مثلا ببینید پیغمبران الهی از این عریض، از این مرگ نجات نمی‌یابند، نجات نیافتند. حتی خاتم النبیین رحمت للعالمین سید اولین و آخرین وفات کرد. از مرگ یعنی زندگیش موقتی بود. ببینید روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمود، این سخت‌ترین روز برای صحابه کرام بود. حضرت عمر رضی الله عنه گفت هر کسی بگوید که محمد وفات کرده است گردنش را میزنم. اونقدر سختش رسید که وقتی شنید که محمد وفات کرد صلی الله علیه و سلم باور نکرد. گفت نباید که پیغمبر وفات کند و ما را ترک کند و رها کند. یعنی فکر کردن که با رفتن پیغمبر دین پایان می‌یابد. باور نمی کردند که پیغمبرم رود از بین ما. اما ابوبکر صدیق عالم امت و متقی این امت وقتی خطبه ایراد کرد بعد از اون وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، دید که همه سرسان و حیران و سرگردانن، نمیدونن چیکار کنن، چی بگوین. در خطبهش این جمله های تاریخی را بیان کرد که همه را بیدار کرد. گفت من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. گفت هر کسی پروردگار الله سبحانه و تعالی را عبادت میکند پس الله زنده هست، حی هست و نمیمیرد. و من کان یعبد محمدا، هر کسی که محمد عبادت میکند، فإن محمدا قد مات، پس هر آینه محمد وفات کرد. هر کسی محمد عبادت میکرد بدونه که محمد وفات کرد. اما الله ذاتی هست که کسی الله عبادت کند او همیشه هست، حی هست، قیوم، زنده و پاینده هست.